خب به جلسه جدید دوره رسیدیم و الان ما داریم وارد مباحث تحلیلی میشیم و هر چیزی که تا الان آموزش دیدید یه جورایی میشه گفت از این به بعد فکر میکنید سوء تفاهم بوده. الان دارید وارد مطالب اصلی و ماژور میشید و از این به بعده که میتونید بازار رو تحلیل کنید. داریم وارد قدرت و ضعف میشیم و اولین مورد توی قدرت و ضعف شناخت سرعت و شیب حرکت امواج مختلف، امواج موافق و امواج مخالف. اول از همه باید بدونید که ما هر موج صعودی رو موافق با موج صعودی قبل و هر موج نزولی رو موافق با موج نزولی قبلش میدونیم و این دوتا رو مخالف هم میدونیم و باید اونا رو هم در برابر گروه خودشون و هم در برابر گروه مخالفشون مقایسه کنیم و همچنین در برابر امواج متوالی و پشت سر هم. به مست دقت کنید، اینجا یه موج صعودی، موج صعودی دوم، سوم، چهارم، پنجم، 6، 7، 8، 9 و 10 و موجهای نزولی هم به ترتیب 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8 و 9. برای اینکه قدرت در سرعت و شیب حرکت رو بفهمیم باید به این نمودار دقت کنید. در موجهای صعودی هر چقدر که شیب حرکت از 30 درجه فراتر بره قدرت اون موج زیادتر میشه. به فرض اینجا 30 درجه و خط دوم 45 درجه و خط سوم کمتر از 90 درجه است. طبیعتاً 90 درجه سرعت بسیار بیشتری نسبت به 45 درجه و 45 درجه نسبت به 30 درجه داره و قدرت امواج نسبت به این محاسبه میشه. برای امواج نزولی هم به این صورته که کمترین قدرت و موجهای با شیب حدود 30 درجه دارن و قدرت بیشتری امواج 45 درجه دارن و امواجی که نزدیک به 90 درجه هستن بیشترین قدرت رو دارن. به عنوان یک نکته فوق‌العاده مهم باید اینو بدونید که بازار در خلاف جهت ضعف و موافق جهت قدرت حرکت میکنه. این جمله رو بنویسید، یادداشت کنید و جلوی روتون همیشه قرار بدید. بازار موافق با قدرت و مخالف با ضعف حرکت میکنه و هر زمان که ضعف و قدرت برابر بودن بازار رنج میشه. این یکی از پایه‌ای ترین مطالب برای تشخیص ضعف و قدرت در بازاره و اینکه جهتگیری و ادامه حرکت به چه سمتی خواهد بود. هرچه که از قبل تا الان بهتون گفته بودم تمرین کنید و دور بریزید و 10 ها برابر اون از این به بعد باید تمرین کنید. اگر قبلا روزی 1 ساعت تمرین میکردید الان باید روزی 10 ساعت تمرین کنید. به عنوان مثال به این لگه حرکتی دقت کنید که 3 موج صعودی و 3 موج نزولی داره و شیب امواج صعودی به ترتیب در حال افزایشه و ما قدرت رو داریم در امواج صعودی میبینیم و برخلاف اون داریم ضعف رو در امواج نزولی میبینیم. میبینید که موج اول نزولی همچین شیبی داشته و موج دوم شیب کمتری داشته، در صورتی که موج اول صعودی قوی و موج دوم قوی تر بوده و در واقع این دیدو به ما میده که از این به بعد قرار بازار به سمت بالا حرکت کنه و همینطور هم شده و بازار به سمت بالا حرکت کرده. اینجا آخرین موج صعودی قوی رو میبینیم و بعد از اون بازار به شدت پایین میاد و قدرت امواج نزولی فوق‌العاده بیشتر میشه. اینجا ما مجبوریم که منتظر موج بعدی صعودی باشیم تا اطلاعات بیشتری از قیمت دریافت کنیم. وقتی که همچین موج ضعیفی نسبت به موج قبلی میبینیم این دیدگاه رو داریم که قرار بازار در جهت این موج قدرتمند ادامه حرکت بده و به سمت پایین حرکت کنه. پس ما اول امواج موافق صعودی رو بررسی میکنیم و قدرت و ضعفشون رو میسنجیم، بعد قدرت امواج نزولی رو میسنجیم و در مرحله آخر هر موج رو با موج قبلش مقایسه میکنیم. به عنوان مثال اینجا موج نزولی نسبت به این موج صعودی به شدت ضعیفتره. پس 2 موج صعودی قدرتمند و در حال افزایش قدرت، 2 موج نزولی در حال کاهش قدرت و آخرین موج نزولی نسبت به موج صعودی قبل هم ضعیفتره و مجموعاً ما این دیدگاه رو میگیریم که قرار همچین موج صعودی داشته باشیم و اینجا هم که این موج نزولی نسبت به موج قبل بسیار قدرتمند شده و این 2 موج صعودی پشت سر هم هر دو قدرتمند هستن و نمیتونیم تصمیم خاصی بگیریم، مجبوریم که منتظر موج بعدی بمونیم.
بعد از دیدن شیب این موج و سرعت این حرکت میبینیم که امواج صعودی دارن ضعیف میشن و امواج نزولی قدرت میگیرن و همچنین قدرت خود این موج نسبت به موج قبل که نزولی بوده به شدت کمتره و بنابراین انتظار همچین موج نزولی و پایین رفتن قیمت رو داریم. اگر این سیکل رو یاد گرفته باشید باید بگم که چیز اضافه‌ای دیگه در مورد قدرت و ضعفی که سرعت و شیب حرکت بنای اون هست نخواهید داشت. خب این سیکل رو فراموش کنید و از این به بعد رو بررسی کنید، یعنی این دو موج و این دو موج. فرض کنید که این قسمت از نمودار رو اصلاً ندارید. خب ما یه موج صعودی داریم و موج صعودی دوم که قوی تر از اونه، پس داره قدرت در روند صعودی و جهت بالا رفتن قیمت رو به ما نشون میده. یه موج نزولی داریم و یه موج نزولی ضعیفتر، چرا که شیب کمتری داره، پس ضعف رو در قسمت نزول میبینیم و در نهایت آخرین موج نزولی رو با آخرین موج صعودی مقایسه میکنیم و اینجا هم قدرت رو در قسمت صعود میبینیم. پس انتظار حرکت به سمت بالا رو داریم. یه بار دیگه تکرار میکنم، ما سرعت و شیب رو ابتدا در جهت موجهای صعودی، بعد از اون در جهت موجهای نزولی و در نهایت موجهای متوالی پشت سر هم با هم مقایسه میکنیم و نهایتاً نتیجه میگیریم. خب این قسمت از نمودار رو هم فراموش کنید و از این به بعد رو بهش دقت کنید. میبینید که یک موج نزولی دومی که ضعیفتره، سوم ضعیفتر و چهارم ضعیفتر از اون. پس ما داریم ضعف رو در قسمت امواج نزولی میبینیم و میریم سراغ امواج صعودی. موج اول قدرتمند، دوم قدرتمند و سوم از اون هم قدرتمندتر. در نهایت به مقایسه امواج متوالی میرسیم و آخرین موج نزولی رو با آخرین موج صعودی مقایسه میکنیم که اینجا هم به وضوح موج نزولی نسبت به موج صعودی ضعیفتره و هر سه مورد دارن به ما میگن که قدرت در جهت صعوده و همینطور هم داریم میبینیم که قیمت به سمت بالا حرکت کرده. قبل از اینکه بریم سراغ مثال‌های چارت، بارها و بارها این ویدیو رو ببینید، تکرار کنید و مطالبش رو یادداشت کنید. خب شما دارید اینجا یک ترند صعودی رو میبینید و امواج صعودی که قدرتمند و قدرتمندتر هستند و امواج نزولی هم مقداری ضعیفتر از اینها هستند. علاوه بر شیبی که این قیمت‌ها و این امواج دارن، ما میدونیم که وقتی قیمت یه روند گرفته احتمال امتداد روند بیشتر از شکست خوردن اونه و همزمان امواج صعودی هم قدرتمندترن و ما با توجه به این موارد و مقایسه کردن نهایی این موج آخر با موج نزولی آخر میبینیم که هم امواج صعودی قوی تر هستن، هم امواج نزولی ضعیفترن و هم آخرین موج صعودی نسبت به آخرین موج نزولی قدرتمندتره و ادامه حرکت به سمت بالا رو طبیعتاً انتظار داریم و همین اتفاق هم افتاده و قیمت به سمت بالا حرکت کرده. خب الان ما داریم یک روند نزولی رو میبینیم و امواج نزولی که قوی هستن، موج نزولی یک قوی، موج نزولی دو هم قوی و از اون طرف امواج صعودی که یکی پس از دیگری دارن ضعیفتر میشن. پس قدرت در سمت نزول و ضعف در سمت صعوده و در نهایت آخرین موج صعودی نسبت به آخرین موج نزولی بسیار ضعیفتره و ما نتیجتاً انتظار ریزش قیمت و حرکت به سمت پایین رو داریم که همین اتفاق هم افتاده. پس این سیکل رو هم فراموش کنید و جلوتر بیایید. گاهی اوقات ممکنه همچین جایی گیر کنید زمانی که یه موج نزولی قوی داریم و موج نزولی قوی تر، یک موج صعودی قوی و یک موج صعودی قوی تر. پس میبینید که حرکات نزولی در حال قدرتمند شدن و حرکات صعودی هم در حال قدرتمند شدن. اینجا زمانیه که ما مجبوریم برای موج بعدی صبر کنیم و احتمال رنج شدن قیمت بالاست. به وضوح میبینید که موج بعدی هم قدرتمنده و موج صعودیش هم قدرتمند بوده و قیمت وارد یک تریدینگ رنج شده. یک برخورد، دو برخورد، سه برخورد و چهار برخورد، یعنی دو برخورد به کف و دو برخورد به سقف و قیمت وارد رنج شده. قرار نیست که همیشه در یک جهت قدرت و در یک جهت ضعف داشته باشیم. گاهی اوقات قدرت و ضعف برابر میشه و بر همین اساس قیمت وارد یک محدوده معامله میشه و شیب و سرعت به ما هیچ اطلاعات مفیدی در جهت روند شدن نمیدن. کاملا واضحه که زمانی که قدرت و ضعف برابر میشه، کسی که داره آموزش میبینه یک مقدار گیج میشه و نیاز به تمرین زیادی داره. میایم جلوتر
و آخرین مثال رو میبینیم زمانی که موج صعودی قوی‌تر و قوی‌تر، موج نزولی قوی و قوی. اینجا دقیقاً همون حرفیه که زدم و دارید میبینید که امواج صعودی و نزولی دقیقاً برابر با هم قدرت دارن. هم امواج صعودی دارن قوی میشن و هم امواج نزولی، یعنی قدرتشون در برابر هم برابره و آخرین موج هم نسبت به آخرین موج نزولی قدرت برابری داره و ما اینجا پیشبینی خاصی نمیتونیم بکنیم و انتظارمون ادامه این رنجه. تا زمانی که قدرت و ضعف به هم نخورده انتظار داریم که قیمت رنج باقی بمونه. این جلسه همونطور که گفتم به شدت به تمرین نیاز داره و باید بارها و بارها ویدیو دیده بشه، بارها و بارها تمرین کنید و به شدت سخت کوش باشید. حرف دیگه ای ندارم، ولی باید اینو بدونید که حداقل 10 نمونه معاملاتی به عنوان تمرین به گروه ارسال کنید و این فقط به خودتون کمک میکنه. من نیازی به تمرین کردن شما ندارم، من دارم به شما آموزش میدم و شما دارید یاد میگیرید و منم دوست دارم که به بهترین شکل ممکن یاد بگیرید. کاری که از دست من برمیاد آموزش کامل و تا جایی که میتونم به زبان ساده است و از این ساده تر فکر نمی کنم بشه چیزی گفت. بعد از این تمرین و تکراره که کاملا به شما مربوطه و کاری از دست بنده بر نمیاد. امیدوارم که موفق و پیروز باشید.